تا حالا بهت سوال شده چرا آدم‌های باهوش از تنها بودن لذت میبرن؟ موضوع خجالتی بودن یا دوری کردن از دیگران نیست. این فقط مدل سیمکشی ذهنشونه. روانشناسا به این نوع تفکر میگن شناخت درون‌نگر. بیشتر مردم از تعاملات اجتماعی دوپامین میگیرن، اما افراد باهوش همون هیجان رو از حل مسئله، کاوش ایده‌های عمیق یا غرق شدن توی یک علاقه خاص، اونم نصف شب تجربه میکنن. وقتی اونا رو به مهمونی دعوت میکنی، مسئله این نیست که نمیخوان بیان، بلکه مغزشون از قبل داره کنفرانس خصوصی خودش رو برگزار میکنه. گفتگوهای روزمره و سطحی میتونه براشون خسته کننده باشه. صحبت درباره آب و هوا یا شغل، اونطور که یه سوال چالش برانگیز کنجکاویشون رو تحریک میکنه، براشون جذابیت نداره. معاشرت کردن انرژی ذهنی زیادی مصرف میکنه و واسه یه کسی که ذهنش همیشه فعاله، تنهایی میتونه حس تازگی و معناداری داشته باشه. تنها بودن بهشون فرصت میده تا با افکار خودشون ارتباط بگیرن و این ارتباط میتونه درست به اندازه بودن کنار دیگران رضایت بخش باشه. اگه به فردای بهتر ملحق شدی، بهت تبریک میگم. تو هر روز در مسیری رشدی. اگر میخوایی هر روز یک قدم به زندگی بهتر نزدیکتر شوی، همین حالا ویدیو رو لایک کن تا ما بفهمیم این محتوا برایت مفید بوده. نظرت رو در کامنت ها بنویس، چون حرفهای تو میتواند الهام بخش دیگران هم باشد. و اگر هنوز عضو خانواده فردای بهتر نشده ای، حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا هیچ ویدیویی رو از دست ندهی. یادت باشد تغییرهای بزرگ از همین تصمیم‌های کوچک شروع می‌شود.